امروز قراره بریم از بین 2 تا لوگوی درست رو انتخاب کنیم. بزن بریم. خب شماره 1 کوکاکولا. ای چقدر شبیه من. خیلی شبیه هم. واقعا متوجهم. فکر کنم بی باید. نه ایه. من میگم بی. ای. خیلی شبیه من. روی کیسی اولشون اولش شد برای بالون شو داره. بی درست بود. بی درست بود. بله. خیلی. بریم بعدی. مکدونالد. خب من میدونم. دیگه وسطی. 1 2 وسطی. این زایه بود جدی. اینه که آسان شد. قبلی هم با یکم قبلی با سخت شروع شد. خیلی کس دقت. خب آدیداس. برند مورد علاقه بچه‌ها. آدیداس. ای دیگه. ای آره. اونا رو برعکس. اینه که مثلا خوب. این هم راحت بود. سخت‌ترش کن سید. نتفلیکس هم آسونه. این با اون این واقعا فرق داره. ای میشه. خب بریم. درست ای. معلوم بود. شماره 6 گویت لوگوی نتفلیکس رو پیدا کنیم. یا خدا بچه من بچه سخت نمیدونم. منم نیدم حقیقت نیدم. حالا نیدم. پهلو ای بود. میشه این قرار داشتم میگم که نیدم. خب این از من اینو نمیشنم. تسلا نیست نمیدونم. تسلا رو من لوگوش ندیدم اگه باشم. فکر کنم بیه. من میگم ای. فکر کنم درسته. تا جلو فعلا 2 تا هم جلو باشه. اینستاگرام. لوگو اینستاگرام. نه ایرانی نشناسه خواهی کی بشناسه. بچه‌ها تخصصش هم اینجا. الاف این تو اینا. ای میشه. آره. بی یکم بهش نزدیک‌تر. سی که کلا چرت و پرت. ولی بی خوب در برعکسش. بچه اول لوگو پنهان شده پنهان کنیم. میگم پنهان کنیم. معلومه جلو. من میدونم. همین روبروش نیست. لوگو یوتیوب. لوگو یوتیوب آره. منم لوگو یوتیوب. راحت میشه یوتیوب. بچه تنوع داره این چاله. چیزی که فهم کردیم این فقط. لوگوی قدیم یوتیوب. قدیمشه. یعنی فکر کنم لوگو قدیمشه. من میگم ای. فکر کنم تو بهش قرمز چیزی که یادم. من آره. ای میشه بکنم. نه یو. فکر نکنم بی باشه. آره ای. لوگو یوتیوب شورتس دیگه درسته. خب یوتیوب استودیو هم هست. نه استودیو راست فرق می‌کنه. سی. تا اینجا خوب پیش رفتیم. تا تو هم ارور نداشته به غیر اون چالش مغزه که با نتفلیکس پیدا می‌کردیم. آره. نه گوگلی که معلومه سیه. آره گوگل هم که سیه دیگه خیلی معلومه. ایش بیشتر شبیه گوگل. ایش شبیه گوگل ترنسلیت دیدم میشه نمیدونم. شبیه گوگل ترنسلیت نه خب ولی بازم خود گوگل ترنسلیت نیست. ای خب بریم بعدی. KFC خب این یکم سخت قرار من میدونم فکر کنم بدونم. من میگم بی. ای بی شما خیلی به لوگوش دقت نکردم. ای بود. من واقعا نمی‌فهمم شروع گفتم ای وا برگر کینگ ای منم میگم ای آره. بچه اینا مثلا اینقدر معروفن که حتی ما تو ایران هم مثلا لوگوهاشون رو میشناسیم. آره یه لوگو پنهان دوباره باید پیدا کنیم. کجا؟ دیزنیه چیه؟ دیزنیه آره دیزنیه. ها دیزنی خود دیزنی. ای چشاشون رو نیمه بسته کنه. باید چی؟ آره دیزنی. این باحال بود.
کامل خوب. خب بعدی کاراکتر دیزنی نمادش من میدونم میکی ماوس. بله. چالش بچه ما دقیقا معنی دقیقا مسکت نمید ولی فکر کنم منظورش به نمادش میکنم کاراکتر که نمادش define ODD ایموجی میکنم منظورش ساعت متوجه نمیشم یکیش فرق میکنه بگم خب این یکی مثلا یه دختر توشه این میکی ماوس بکنم منظورش اینه نمیدونم بچه این حساب نمیکنش اصلا منظورشو نفهمیدیم خب این های بنده سراغ لوگو دیگه لوگو ایکس باکس بر ایکس باکس بیه دیگه یا اصلا برعکس اینجوری برعکسش کردم خیلی آسونه اینه شماره 19 نینتندو رو خوب در آوردن سختش نینتندو مثلا سختش خوبه بیه یا ایه من میگم ایه من چه خوش دارم ولی بی هم ممکن باشه سی که نه ایه خود ایه راست ایه من میگم ایه بی باش امیرالی جوابش عوض کرد بکنم درست میگم عوض کرد نباید عوض میکنم منظورش داره نماد ماریو دیگه ماریو دیگه مثلا ماریو نه تنها نماد نینتندو بلکه نماد کل اصلا این گیم خیلی من جا سویچ میخوای الان برام نشون بدم بسرم ماریو باشه این دوباره مثل همونه خب دیگه الان فکر کنم متوجه شدیم اینه که ماریو ها فرق کنم شما متوجه نشد وای سخت بود یه ماریو سیویلش فهم کرد این مدلی ها کم سخت لوگو LG دوتا چشم که دیگه نداره نه همون ایه نه ایه بله حالا بازم فرق بی باشه یعنی اصلا نمیدونم که از کنم دوتا چشم داشت ایه نداشت خدا رو شکر درست شماره 23 لوگوی تویچه معلومه ایه این لوگوی بامزه‌ای داره تویچ آره خیلی بامزه من لوگوش خوشم خودش دیگه بامزه نیست لوگوش هنوز بامزه لوگوی بی هم لوگوی نسبتا خوبی حتی به اندازه لوگو واقعیش خوب نیست تیک تاک معلومه که سیه دیگه آره سیه درست با بریم بعد شماره 25 و این دوباره یه لوگوی پنهان شده پیدا کنیم میلاک چی؟ میلکا اصلا چیه؟ میلکا همه که توی صدا سیمانی میلکا بچه ها چیز که میبینیم خب؟ و نه چی؟ میلکا آره بس هم دور گفتیم دیگه ولی میلکا چی هستن اگه میدونی بگی میلکا وقتی نماد مثل که هم برند چیز دیگه الان یه نمایی هم باید فکر کنم اون گاوه باشه فردی که نمیتونه امیلک میگه راست میگه به نکته خوبه گاوه هست تمام صدای درد و برد لوگو واتساپ هم بیه آجه چی ترکون بار بچه اینجا شیراز اصلا یه بارون عجیب داره میاد رعد و برق دو روز پشت سرم داره بارون میاد رعد و برقاش امروز خطرناک شد خب بریم بعدی What's this brother من این متا فکر کنم لوگو راست میگه متا ایه خب متا آره متا ایه کنم لوگو متا داشت اگه بعدش خوب یادم میاد لوگو متا بوده خوب یادم این نمیگفتم من لوگو تشخیص نمیدادم جدی خب لوگو توییتر هم ایکس سالا برم گمشم چیکار بعد فکر کنم ایه بی که نیست همه ای درسته
ایلان ماسک کلا علاقه خیلی عجیب غریب نمیدونم به حرف ایکس داره، مثلا همه چی دلش میخواد بذاره ایکس. شیائومی. خب پرینگلز همین بیه. چیپس خارجی ها. بی بی آره. ای نیست. حنایه همه چیش. سیبیلاش یه خطی داره. اینو درست بود. بله. من به رنگش دقت کردم، خط سیبیلش هم. من باید رو خطاشو پاپ میام. خب would you rather. ها این سلاقیه داره. من میگم قرمز جدیده یا بگو جدیدش قشنگه. من میگم جدیدش قشنگه. Send the rocks across the